يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا سروران ارزشمند، حضار گرامی، برادران بسیار بسیار عزیز و گرانقدر، بسیار جای خوشحالی هست و خرسندی هست و باید الله عز و جل را بر این نعمتش شکر گفت و شکرگزار بود که امشب من و شما به مناسبت افتتاح این مسجد بزرگ و این مسجد تاریخی شهر و به مناسبت پاسداشت از زحمات شما عزیزان، شما اهل خیر، شما دینداران، شما مؤمنان اینجا جمع شدیم و همونطوری که جناب مولانا فرمودن انشاءالله به صورت مختصر کلماتی گفته میشه، اما اولا و آخرا دعا میکنیم که الله عز و جل این زحمت را به بارگاه خودش قبول بفرماید و ذخیره آخرت شما بگرداند و در توفیقات خیر شما الله تعالی بیفزاید. این فضل الله است و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که شما دارید این توفیق یک نعمتی هست. هر نعمتی که شما دارید از جانب الله است. توفیقی که شما دارید به فضل رب است. شما خودتون نبودید، ما نبودیم و تقاضای ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. لطف پروردگار بود که شامل حال شما. امروز نگاه بکنید در دنیایی که ما هستیم الله عز و جل چه بندگان متفاوتی دارد. یک گروه هستند مسجد درست می کنند، یک فضای بسیار زیبایی مثل این فضا تا مردم بیان نماز بخونند، اما یک گروه هستند جلوی کار مسجد می گیرند، مساجد را تخریب می کنند، با خاک یکسان می کنند. یک گروه هستند که خدمت قرآن می کنند، قرآن می خوانند، قرآن را تبلیغ می کنند، به قرآن عمل می کنند. یک گروه دیگه هستند که قرآن سوزی می کنند و جلوی حق را و دعوت حق را می خواهند بگیرند. الحمدلله که ما در این گروهی هستیم که قاری بزرگوار هم آیه را تلاوت کردند و من تصمیم گرفتم فقط همین آیه را ترجمه بکنم، زیاد صحبت نکنم، که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. اما قبل از اینکه این آیه را من ترجمه بکنم یک خاطره به ذهنم آمد. این مسجد تاریخی هست و همه ما در این مسجد خاطراتی داریم و من خاطره‌ای که میخواستم ذکر بکنم در اون ذکر بزرگانم هست. ما تو همین شهر بودیم و تو همین شهر بزرگ شدیم. زمانی که نوجوان بودیم و به اصطلاح بچه بودیم و تازه حفظ کلام الله مجید را شروع کردیم، تقریبا سالهای 59 تا 60 همون سالها بود. دقیق سالش یادم نیست. من حفظ میخواندم، حفظ قرآن میخواندم و هنوز قرآن را کامل حفظ نکرده بودم. در این مسجد همین نزدیکی ها زندگی میکردیم. در این مسجد اون زمان حضرت مولانا نور محمد رحمت الله علیه رحمتا واسعه و نور الله مرقده، اون زمان اینجا همیشه بالاخره قد و قامت مولانا بسیار زیبا بود و این مسجد با وجود ایشون زیبا بود و مولانا حافظ الله بخش رحمه الله تعالی اینجا تراویح میدادن و بنده یکی 2 سال سامع ایشون بودم در این مسجد. اون روزها چه روزهای زیبا و خوشی بود
و چه مقتدیهای باصفایی داشت که قطعا بسیاری از شما فرزندان همون مقتدیها و بسیاری از همون مقتدیها الحمدلله هنوز هستند. اونهایی که رفتن الله عزوجل بهترین رحمتها را بر اونها بباراند و قبرشون را منور بفرماید و از این مجلس ما الله تعالی روح و ریحان و خوشی و رحمت بر اونها نازل بفرماید. بر حضرت مولانا نور محمد رحمه الله، مولانا حافظ الله بخش و بقیه مقتدی هایی که اینجا بودند و اونهایی که حیات دارند الله تعالی به اونها طول عمر با برکت و در توفیقات خیرشون بیفزاید. لذا این مسجد بسیار سجده کنندگان دیده و در آینده هم انشاءالله تا روزی که امیدواریم این زمین باشد و این دنیا باشد بندگانی باشند که در این مسجد الله را سجده بکنند. اما الله تعالی از شما کار گرفت عزیزان. عرض کردم که هر نعمتی که ما داریم از طرف الله عزوجل، از آیات ابتدایی سوره فاطر را در نماز خواندم، الله می فرماید ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. رحمتی که خدا برای کسی بگشاید و باز بکند هیچ کسی نمیتونه جلوی اون رحمت را بگیرد. این رحمت پروردگار است که خدا این کار را از شما گرفت، این توفیق را به شما عنایت فرمود که چنین مسجدی دارید و چنین مسجدی با دستهای توانمند شما الله عزوجل اینجا ساختند. و عرض کردم ساخت این مسجد، بنای این مسجد، زیبایی این مسجد دلیل ایمان شماست. میتونیم به تعمیر کنندگان مسجد بگیم اینها مؤمن هستند، چون الله فرموده انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مساجد الهی را تعمیر میکند، آباد میکند، میسازد. البته دو تا تفسیر داره، به هر دو تفسیر اشاره میکنم. کسانی که مؤمنند، کسانی که ایمان به خدا و روز آخرت دارند، من آمن بالله والیوم الاخر، بر اساس همون ایمان است که انسان حاصل زحمات خودش را، دسترنج خودش را، اون مالی که برایش عرق ریخته، برای شب بیداری کشیده، اون مال را تقدیم میکند و بعدا خوشحال هم میشه قلبا که الحمدلله و به اون امید دارد. این تمام دلیل ایمان بالله و بالیوم الاخر است. شما برای آخرتتون چون به آخرت ایمان دارید، باورداری داری، ذخیره میکنید. اما عزیزان تعمیر مسجد دو معنا دارد بر اساس تفسیر اهل تفسیری که همینه که ظاهرش را خوب درست کنی ماشاءالله و این بالاخره دلیل ایمان است. قطعا خانه های شما مثل این مسجد زیبا نیستند. این دلیل ایمان میتونه باشه که مساجد ما از خانه های ما زیباتر باشد و مساجد چنان راحت باشد که هر کسی اینجا بیاد دو رکعت نماز بخواند لطف ببرد، لذت ببرد و بخواد اینجا یک نیم ساعتی تلاوت بکند، احساس راحت بکند از نورش، از سرمایش، از گرمایش، از فضای خوبی که هست. هنوز مثل که عزیزان اینجا فرموده هنوز کار داره، هنوز اسپیلت لازم داره، هنوز سیستم سرماگرما نیاز داره. لذا این را هم مسابقه بدید که باید خدا این کار را ببینیم از که میگیرد. لذا کسانی که اینجا بیایند چنان از فضای اینجا متاثر بشن که اصلا دلشون نخواد از اینجا برن بیرون، دوست داشته باشن همینجا تلاوت کنن، همینجا ذکر کنن، همینجا سجده کنن، چنین فضای ایجاد کنید. الحمدلله ظاهرش همینه. اما این یک معنا هست، یعمر مساجد الله. معنای دوم تعمیر مساجد الهی همین حضور گرم شماست، حضور فعال شماست برای نماز، برای عبادت، برای تلاوت، برای تعلیم، که
حضور فعالی داشته باشید. جوانان بالخصوص شما بیایید و این صفت ایمان را که قرآن اینجا فرموده من آمن بالله والیوم الاخر، اگر توفیقی نداشتیم که اینجا پول مصرف بکنیم، حضور فعالی داشته باشیم، 5 وقت نماز بیاییم یا اون اوقاتی که در این محله هستیم بیاییم، این خود به خود مشمول میشیم، مشمول من آمن بالله میشیم. لذا الله عزوجل میفرماید اهل ایمان کسانی هستند که من آمن بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و روز آخرت دارند، اونها مساجد را تعمیر میکنند و بعد از اون و اقام الصلاة. فقط تعمیر مساجد کافی نیست، اقامه نماز مهمه. شما شاید بعضی مناطق رفتید دیدید، ما خوب نیست نام ببرید، بسیاری از اهل خیر هستند، از اون اور آب پول میفرستن، میگن که دلشون میخواد این کار خیری انجام بده، اینم توفیق انشالله بی اجر نمیشن. در مناطقی مساجد خیلی زیبا شیک درست میکنن، اما نمازی توش نیست، اقامه کننده توش نیست. باز هم این نشد، این اون تعمیر کامل نیست. تعمیر کامل مسجد اینه که و اقام الصلاة، بیاید در مسجد نماز بخواند، و آت الزکات، و به وقت پرداخت زکات مالش را درست مصرف بکند، ولم یخش الا الله، و بغیر از الله از هیچ کسی بیم داشته نباشد، در درونش خشیت باشد، در درونش تقوا باشد، در وجودش خدا ترسی باشد. ولم یخش الا الله، الله می فرماید فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. قطعا این قشر، این جماعت، اینهایی که مساجد را تعمیر میکنن، اینهایی که نماز را برپا میدارن، اینهایی که زکات مال ادا میکنن، اینهایی که در دلشون خوف و خشیت الهی هست، اولئک ان یکونوا من المهتدین، قطعا اینها هدایت یافتگان هستند، اینها بندگان مهتدی هستند، اینها راه را درست تشخیص دادن. بعضی ها فکر میکنن عاقلند، فکر میکنند که اونها هوشیارترند، اونها ریالشون را نمیدهند، و بقیه را فکر میکنن دیوانه که اینها پولشون را مفت اینجا مصرف میکنن، این همه زحمت کشیدن. ولی الله میفرماید اینا مهتدین هست، یعنی راه را درست پیدا کردند، اونها راه را گم کردند. اونایی که راه را گم کردند قرآن اونها را غاوین و ضالین و تعبیرهای مختلفی میفرماید. لذا عزیزان مبارک از شما را این تلاش، این زحمت. اما چند چیز که بنده به صورت فهرستوار عرض می کنم، اینجا مولانا زکریا حفظه الله هم تشریف دارن که خدا جزای خیرش بده، ایشون زیاد زحمت کشیده، تلاش کرده، ایشون هم باید یه زمینه ای را فراهم بکند. چند چیز که این چیزها را شما دقت بفرمایید. یکی اینه که اقامه نماز در مسجد هست برای عبادت و حضور پرشور شما. هر یکی از شما مغازه‌داران، از شما مقتدیها، از شما دینداران سعی بکنید همراهان خودتون را، همسایگان خودتون را، رفقا را، دوستان را بیارید. هر یکی سعی بکنید حداقل 3 نفر 5 نفر را بیارید تا این مسجد خوب تعمیر بشه. تعمیر مسجد همین عرض کردم یک معنیش آبادی ظاهری و آبادی عبادت کنندگان است. دوم مسئله تعلیم. مساجد، مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسجد النبی، اولین مدرسه الرسول هم است. اصحاب الصفه اونجا آموزش دیدن، نه تنها اصحاب الصفه، عموم صحابه دین را یاد گرفتن. لذا این فضای خوب و قشنگ را که ایجاد کردید، یه فضای خوبی برای تعلیم باشد. اینجا درس تفسیر قرآن باشد، اینجا درس حدیث باشد، اینجا درس احکام باشد، اینجا درس روحانی قرآن مجید باشد. در همین بازار زاهدان یه جایی بنده رفتم، قطعا شما هم دیدید و شاید هنوز اون برنامه هست. مولوی را خدا جزای خیر بده، مولوی فعالی هست. قبل از نماز عشاء
20 دقیقه در یک بازاری که بازار طلافروشان هستند و من اونجا شوخی گفتم که هر دقیقه شما چندین دلار ارزش داره، اما بالاخره مردم 20 دقیقه قبل از نماز عشاء 25 دقیقه مولانا احمدی برای یک شب فرمودن دندان روی جگر بگذارید. بنده عرض میکنم هر شب این کار را بکنید، هر شب همین قربانی را بدید. مثل اون بازاری که اشاره میکنم، مولوی بزرگوار اون مسجد از اول قرآن تا آخر قرآن چند بار دور کردن. بعضی از عزیزان اینجا هستن شاهد هستن، میدونم من کدوم بازار کدوم مسجد را اشاره میکنم. روحانی و تجوید شبی 2 آیه 3 آیه 4 آیه یک حلقه قرآنی تشکیل دادن. این مقتدی های جوان، این مقتدی های دیندار هر شب مولوی این 2 آیه را میخوانه، بعدا مقتدی میخوانه، بعد نفر دوم سوم چهارم تا 20 نفر 30 نفر هر شب میخوانن چند آیه. ظرف 1 سال 2 سال 3 سال قرآن را تمام میکنن، دوباره از اول شروع میکنن، قرآن خودشون را تصحیح میکنن. لذا تعلیم روانخوانی و تجوید قرآن برای عامه باشد. این قرآن برای طلاب نازل نشده، این قرآن برای خواص نازل نشده. سعی کنید از این فضا حد اکثر استفاده بشه. هم تجوید قرآن اینجا یاد بگیرید، هم تفسیر قرآن یاد بگیرید، هم درس حدیث اینجا باشه، درس سیرت رسول الله باشه، احکام باشه. حلقه ها البته حلقه های بسیار مختصری باشه، رعایت حال مقتدی ها هم باشه. جناب مولانا مفتی محمد قاسم هر شب عشاء یه حدیث میخوانم، من ساعت را نگاه میکنم از 3 دقیقه بیشتر نمیشه، گاهی به 5 دقیقه میرسه. حدیث طولانی باشه، هیچ کسی نیست که ننشیند، همه میشینند گوش میکنند. لذا وقتی که مختصر باشه، رعایت حال مقتدی ها بشه، همه استفاده بکنند. درس حدیث 3 دقیقه‌ای بگذارید، درس قرآن 5 دقیقه‌ای و 10 دقیقه‌ای میشه، یک آیه را تفسیر کرد، یک آیه را ترجمه کرد. لذا این برنامه باشه. پس نماز، تعلیم، مسجد یک کتابخانه خوبی داشته باشه، یک حجره و کلاس خوبی داشته باشه که برای جوانان کلاس و درس‌های تاریخ اسلام باشه، سیرت باشه، از علمای جوان شهر دعوت بشه. اینجا فعالیت‌های فرهنگی، بخش فرهنگی مسجد که قطعا این فکرها را انشاءالله کردن، همه این برنامه ها باشه. و همچنین ظاهر مسجد، نظافت مسجد، عرض کردم هوای مسجد، سردی و گرمی مسجد، تمام این مسائل لحاظ بشه و انشاءالله از این فضا حد اکثر بهره و حد اکثر استفاده برده بشه. الله تعالی به همه من و شما توفیق عنایت بفرماید و کارهای مابقی را بین خودتون عزیزان تقسیم بکنید. اگر نیازی به اسپیلت هست، نیازی به کتاب و کتابخانه هست، نیازی به جلدهای قرآن هست، هر یکی سابقوا الی الخیرات، در خیرات از همدیگه، در کارهای خیر از همدیگه پیشی بگیرید. مسابقه های ما در چیزهای دیگه هست، متاسفانه در تجملات هست، در بسیاری چیز هست. من عرض کردم نخواستم وقت شما را بگیرم، ولی وقت زندگی صحابه را نگاه میکنیم، مسابقه اونها، سیدنا عمر میگه من امروز قصد کردم که از ابوبکر باید جلو بزنم، باید امروز پیشی بگیرم. اما وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گزارش داد، رسول الله فرمود چی آورده ای ابوبکر؟ فرمود یا رسول الله در خانه هیچی نگذاشتم، فقط نام الله و نام رسول خدا را گذاشتم. عمر نصف مال. عمر گفت من باختم، من به این نتیجه رسیدم که تو مردی نیستی که بیایی با ابوبکر مسابقه بگیری. لذا صحابه تسابقشون در این کارها بود. ما تسابقمون در برج سازی هست، در ساختمان سازی هست، در ماشین های لوکس هست، در فلان مسائل است که اینجا ذکرش مناسب نیست. بیایم در کار خیر مسابقه بدیم، در کارهای خیر و در امور مسجد و در اینکه زمینه‌ای برای عبادت کنندگان فراهم بیاوریم، از همدیگه پیشی بگیریم. این پیشی الله عزوجل مقبول است و این قطعا ذخیره آخرت من و شماست. امروز شما فکر بکنید سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه که گاهی رسول الله می گفت که در جیش العسره که امروز نیاز هست
و امروز چیزی نیست برای مجاهدین 300 شتر را یک جا با بار می آورد و تحویل میداد. عبدالرحمن ابن عوف 100 شتر را می آورد تحویل میداد. امروز اونها چه وضعیتی دارند؟ امروز اونها در چه عیش و تنعمی هستند؟ اون عزیزانی که بنده اشاره کردم و در همین مسجد بودن و یادم هست که همیشه اینجا وقتی که سفره افطار پهن میشد، اون زمان الان مردم الحمدلله همه چیز دارن، اون زمان چیزی نبود، اما سعی میکردن هر یکی از دیگری بیشتر بیاره. هر یکی سعی میکرد بر اساس همون بالاخره توانایی که داشت سفره اینجا را رنگین تر بکنه. امروز قطعا اونها روحشون شاد هست و اونها برایشون ماندگار هست. لذا عزیزان قرآن به ما همین تعلیم را میده که اینها ماندگار هستند، اینها باقی هستند و اون چی که ما مصرف میکنیم و فرزندان ما مصرف میکنن اینا فانی هستند، اینها از بین میروند. ما نیاز داریم برای آخرتمون ذخیره بکنیم. الله تعالی به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. الله تعالی در توفیقات خیر شما، در توفیقات طاعت و اعمال شما بیفزاید و الله تعالی توفیق شکر این مسجد زیبا را به همه ما بده که بزرگترین شکر سجده طولانی و سجده زیاد است که ما اینجا انجام بدیم. الله تعالی از همه من و شما قبول بفرماید. دعای می‌کنم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا وجلاء أحزاننا ومولانا وأولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وتلاوة القرآن وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين پروردگارا این عمل زیبا را و این عمل پسندیده را و این تلاش را و این قربانی جانی و مالی را از این بندگان خودت قبول بفرما و ذخیره آخرتشون قرار بده. پروردگارا اله العالمین به همه ما اخلاص و تصحیح نیت عنایت بفرما و اگر اخلاصی در وجود ما نیست اخلاص عنایت بفرما. پروردگارا اله العالمین کارهای ما را مخلصانه و در جهت خودت بگردان. پروردگارا یا رب این بندگان تو که این مسجد را با این زیبایی درست کردن و ساختن، اله العالمین به اون هدفی که این مسجد ساخته شده که همانا سجده مخلصانه تو هست که بندگان تو تا قیامت اینجا تو را سجده و شکر بکنن. پروردگارا برای این هدف این مسجد درست شده، توفیق بده بندگانت را تا روزی که این زمین هست اینجا سجده کنندگان باشند و برای این بندگانت صدقه جاریه بفرما. پروردگارا این کسانی که اینجا مال خرج کردن اضعافا مضاعفه بهشون عنایت بفرما، در مالشون، در جانشون، در اعمالشون، در اولادشان، در زندگیشان برکت عنایت بفرما. ای رب بزرگ، ای ربی که
تو بدون حساب و کتاب پاداش میدی و جزا میدی و عوض میدی. به این بندگانت بدون حساب و کتاب پاداش و جزا بده. اونهایی که رفتند و امروز در میان ما نیستند و در این مسجد بودند و یه روز جلوه افروز بودند، مثل مولانا نور محمد رحمه الله، مولانا حافظ الله بخش و اون مقتدیان اولین، پروردگار ارواحشان را شاد بفرما، غریق رحمت بفرما، بهترین روح و ریحان را از این مجلس زیبای امشب ما به اونها برسان. اله العالمین، پروردگار همه ما را اهل خیر و اهل توفیق بگردان، ما را بندگان موفق بگردان، بندگان صاحب توفیق بگردان، بندگان اله العالمین عابد و زاهد بگردان، با تقوا و خدا ترس بگردان. اله العالمین یا رب، ما را از بندگان بی توفیق نگردان، از بندگان محروم و شقی نگردان، از اونهایی که زندگیشون در گناه و معصیت و بیهودگی مصرف میشه نگردان. اله العالمین، ما را در راه خیر ثابت قدم بگردان. مشکلات ما را و مشکلات این مردم ما را پروردگار حل بفرما. مشکلات بازار را حل بفرما، مشکلات اقتصادی را حل بفرما. عزیزانی که ورشکسته هستند، مقروضند، بدهکارند، یا رب به برکت این شب که اینجا مسجد تو افتتاح شد، مشکلاتشون را حل بفرما. اله العالمین، مشکلات همه آحاد را حل بفرما. مشکل استان ما را، مشکل شهر ما را که از ماهاست دچار التهاب و پریشانی هستیم. اله العالمین، پروردگارا، مشکل کشا تویی، حاجت روا تویی، کلید تمام مشکلات به دست تو هست. تو حل بفرما. اگر بندگان اراده حل ندارن، تو حل بفرما. تو به میدان بیا و حق را به حقدار عنایت بفرما. پروردگارا، حق مظلومین را بگیر. و اله العالمین، یا رب قضایا را به نفع دین و اهل دین تمام بفرما، به نفع ملت تمام بفرما، به نفع مردم تمام بفرما. اله العالمین، یا رب عزت را، شکور را، امنیت را، عافیت را به این شهر و مردم این شهر برگردان. جوانان ما را که هر روز در راه گازوئیل و چیزهای لایانی پرپر می شوند، حفاظتشون بکن. رزق حلال نصیب بفرما، دین و دنیا عنایت بفرما. پروردگار، مردم ما را که مردم خیری هستند، دیندار هستند، طبق وسعشون همیشه در کارهای خیر شریک و سهیم هستند، بهترین اجر و پاداش دنیا و آخرت نصیب بفرما و حفاظتشون بفرما. اله العالمین، ایمان ما را حفاظت بفرما، خاتمه ما را با ایمان بگردان، گذشتگان را غریق رحمت بفرما. به ویژه مقتدیان این مسجد و کاسبان این بازار که رفتن، همه را غریق رحمت بفرما، ارواحشان را شاد بفرما. این عمل مبارک را از این عزیزان قبول بفرما و در حسناتشان و در صدقات جاریاتشان ثبت بفرما. اله العالمین، باز هم ما را توفیق بده، ما را اهل توفیق بگردان برای دین، برای خدمت دین، خدمت مسجد، خدمت قرآن، خدمت مدارس دینی. اله العالمین، از ما کار بگیر و اله العالمین، ما را، جوانان ما را، مال ما را، جان ما را در راه خودت مصرف بگردان. اله العالمین، هر کسی که حاجتی دارد، هر تمنایی جایزی دارد، حاجتش را برآورده بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. مولا، از ما راضی و خوشنود باش و همیشه ما را در راه رضایت موفق بفرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا